هنوزم داری هزینه دیزاینر رو طراح میدی؟ وقتی خودت با زیر 1 تومن میتونی همچین طرحی رو اجرا کنی چرا نکنی؟ بیا تا تمام مراحل رو بهت یاد بدم. ببین انتخاب گرشا، طرح مینیمم. من تصمیم گرفتم یه برجسته سازی انجام بدم که اومدم از زوار زیر کابینت استفاده کردم. قیمتش هم 109,000 تومان بود، یعنی عملاً هیچ قیمتی نداره. اندازه ها رو زدم، بریدم، خیلی هم راحت برش میخوره. با چسب 1 2 3 روی دیوار چسبوندم و بعد با چسب کاغذی جاهایی که نمیخواستم رنگ بشه رو مرزبندی کردم و با رنگ اکریلیک و قلتک قسمتایی که میخواستم رنگ بشه رو رنگ کردم. یه قسمتایی که قلتک نمیرفتم با قلمو رنگشون کردم. برای نور مخفی از چراغ LED متری استفاده کردم. بعد از اینکه دچار برق گرفتگی شدم دیگه با چراغ خاموش کار کردم و اونم با چسب 1 2 3 داخل شیار زوار کابینت چسبوندم. تا همینجاش من عاشق کار بودم، ولی خب قرار بود اون قسمت خالی یه دونه پوستر طرح مینیوم بیاد. این پوسترها پشتشون برچسب داره و خیلی راحت میشه به دیوار چسبوندشون. ولی خیلی مهمه چجوری نصب کنید که زیرش حباب نیفته و خوشگل باشه که تو یوتیوب بهتون گفتم. و اینم عکس العمل شازده پسر ما. عجب سورپرایز کردی.